از روی رجای تصدیق کرده امروز در اگنتیک سلطه اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نشست مطبوعاتی نیز برگزار می‌گردد. محترم حاضرین، حال سخن با دیرکتور اگنتیک سلطه اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان محترم دولتزاده دلمراد داده می‌شود. قانونمندگاران، میهمانان و همکاران گرامی، پیش از آن شما را به نشست مطبوعاتی امروز خوش آمدید می‌گویم و با اجازت شما ثبات فعالیت اگنتیک را در سال 2022 به شما پیشنهاد می‌نمایم. اگنتیک سلطه اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان فعالیت خود را در سال 2022 جهت اجرای دستور سپارش‌های کشور معظم ملت و همزمان چنین تطبیق سیاست ثمرآمد که هدف‌های پیش‌بینی نموده استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره سال 2030 عملی نمودن اصلاحات ساحه سلطه اجتماعی و نفقه روانه نمودند. در این دوره کارهای معینی را به جا آوردند. محترم روزنامه‌نگاران، قسمی درآمد بودجه اگنتیک سلطه اجتماعی در سال 2022 به اندازه 117% اجرا گردیده و جای 3 میلیارد و 516 میلیون سومانی که در نقشه پیش‌بینی شده بود و بودجه 3 میلیارد و 532 میلیون وارد گردید و نسبت نقشه پیش‌بینی شده به اندازه 16 میلیون زیاد وارد گردید و به‌واسطه در اجرا گردیدن قسم درآمد بودجه همین کارمندان کمیته امنیت جمهوری تاجیکستان قبول نشدیم مرد با تلاش و زحمت‌های آنها قسم درآمد بودجه کردیم سلطه اجتماعی تامین گردید. اجرا گردیدن قسم درآمد بودجه اگنتیک سلطه اجتماعی امکانیت داد که اگنتیک سلطه اجتماعی از سولنسیای بودجه جمهوری به سولنسیا تمام مبلغ‌هایی که در بودجه پیش‌بینی شده بود پرداخت نمود. می‌خواستم دوید با یک نفر کارمند ریاست حفظ اجتماعی و نفقه شهری پنجکین که چندی پیش پس از سنجش و بازپرسی مقامات انتظامی دست به خودکشی زده است می‌گفتید که تا کجا این عملی او به فعالیت کاریش ربط دارد؟ تشکر. معلومات‌های ما راستی اون حالاتی که در شهر پنجکین شده است و فعالیت کاریش یکون کمبودی و یکون نارسایی انجام دیده نمی‌شود و ما در انتظار آن هستیم که من خود وی که رفته ایستاده است تفتیشات مقامات و سبب‌هاش معین کردن که در وظیفه بحث وظیفه مامانو کار می‌کردن که یکون وظیفه مسئولیت مالیاتی و که چی دیدگی نمی‌شد یکون مقامات رو تحلیل می‌کنن سببش رو چی باشه ما امروز یک در چی نگرانی خلاصه مقامات تفتیشی هستیم همه مقامات رو سنجش روز ما یکون خلاصه از آن در کدام مقام وظیفه‌شون چی؟ اگر که یک باشد سرور شبه خود مطلب معلوماتی تو موضوع در وزخان چون سرمتخصیصی ریاست اصلی در شهر پنجکین اویدی با حسابگیری کورپوس و کلون بود. در قضیه مذکور از جانب مقامات‌های تحقیق برنده اگر که تحقیق ادامه دارد خلاصه نهایی ما به دست نداریم موضوع گفتنی هستیم که نسبت به پیشبرد فعالیت کاریش یکان نقصان یکان اعراض از جانب اگنتیک دیده نمی‌شد. ما با دست آوردن همین خلاصه داخل یعنی قرار قبول کردن قانون از جانب مقامات‌های تحقیق برنده ما امیدواریم که معلومات صحیح و قضیه رو دارد. ولی میگویند که با اون برای پرونده باز شده است ولی گفتن که پرونده بازپرسی کرده است اگنتیک از جانب نیروهایی که شما نمبر کردیم ما به دستگاه مرکزی اگنتیک یکان خیلی درخواست یا که یکان خیلی مراجعه باید پیشبرد فعالیت خدمتی‌اش وارد نشده است
مهم معلومات ولی هنگام سنجش مفهوم جواب کاملی شده سنجش مفهومات رفته است که این سنجش مفهومات شما که می‌دونید که مخفی هست این معلومات ندارید در صورت که ازش معلومات می‌تونید لیکن یک سوالی در اینجا نیست افسوس جناب عالی تاکید کردگی بودن که اگر اصلا نباشد فقط روی که قابلیت کار کردن دارن بگذار که کار کنن متخصص یعنی اون تجربه مهارت و ملکه که دارن و دیگران به جوانان بیاموزن همونایی که کار میکنن طبق شرطنامه آیا اگر که میوری سالی 2023 نفقهشون زیاد کرده میشود یا نه ولی ما مشاهده کردیم بعضی اون زیاد میکنن بعضی اون نه در قسمتی اون که من سوال شما باید نفقه‌خوران که از این نفقه میرسن قابلیت کاری دارن آنها قانون درباره خدمت دولتی و خدمتچیان دولتی این نفقه رو در منصبات خدمت دولتی وقتی که شهروند از این نفقه رسید البته باید تا وظیفه از را دیگر اگر در دیگر ساحه‌ها کار کنند که خدمتچی دولتی نباشد مرحمت دارم میتوانم نوبت در کدام منصب در چه که باشد فعالیت کارش رو دوام میتونن این بر فقط بر کارمندان خدمت دولتی تعلق دارد همونا خدمتچیانی اگر قانون درباره نفقه نسبت به همون نفقه‌خوری بود تصدیق بشه در خدمتچیان دولتی که اگر با خدمتچیان سیاسی نباشد خدمتچیان سیاسی و صلاحیت راهبر دولت جمهوری است اگر که لازم بداند راهبر یک وزیر است که راهبر که کارکنان رو میتواند در اگر که بسی نفقه هم که باید قابلیت کاری داشته باشد و نسبت به خدمتچیان در خدمتچی دولتی نسبت به کارمندان خدمتچیان سیاسی قانون قانون نفقه تطبیق نمی‌شود. در دیگر شهروندان که در اصول کارگزاری دیگر کارکنان که با دیگر تکرار شهروند خدمتچی دولتی نیستن مرحمت اگر که کار کنن یگان باید نیست. به هر حال همین ترتیب همین خیلی شده است یک حالتوی است که روز من شما درست کردید که در چند موردی که نفقه ها زیاد شده است نفقه های کار میکنن نفقهشان زیاد نمیشود همین ترتیب قبول شده است قانون اومده است که وقتی که کار میکنن نفقه های کار میگردید آنها به زیادشوی نفقه فرام گرفته نمیشوند و یک چیز دیگر نفقه‌خوران کار میکنند هست که و اون میتوانند بعد 2 سال با مراجعت کنند همین الان از سالی در تمام دنیا بعد به هم بردن اتفاق سرعتی همه بر نظام نوی نفقه گذاشت ترتیب نوی نظام نفقه چی است؟ شهروند اگر چقدر کار کنند همون مبلغی که دارای باید پسنداز میشه از همون مبلغی پسنداز شدهش باید نفقه تعیین میشه و این چی طبق برنامه الکترونی روز الان نمونه در تاجیکستان ما عملی کرده میشه برای این هم اگر نفقه‌خوار که حتی با سابقه کاری خود رو دوام میده بعد 2 سال میتونن با مراجعت کنن و با همون مبلغی که جمع شده است با نفقه‌هاشون اضافه کرده میشه در سمت قبول شهروندان مراجعت شما قبول ما میشه حس میکنیم ما لکن نیویت پرابلم دشوار است برای که وقتی که شهروندان قبول میکنید یا که فهمونه دادن که من نفقه شما ترتیب و قرار شدگی قانون همین پیشبینی کرد از این نفقه جو هر امکان است کردن بسیار مفهومی میشه بسیار باید میشه اگر در اینجا من خوش میکردم چرا در نظر داشتن در خودی بر کارمندان ما دشوار است وقتی که در
پشت هر یک تعینات نفقه مبلغ نیستند. وقتی که ما یک شهروند را نادرست نفقهش را تعیین میکنیم که به اساس علاقه جوابداری تشکیل میشود. من از نظر بینید این سال طبق پیام پرزیدنت خیلی که من گفتم قریب 760,000 نفقه خورو تمام کارمندان تمام اسنادهای نفقه را در هر یک شهر مورد تعداد کارمندان ما از 4 نفر تا 7-8 نفر تشکیل میگیرند. همین خواهش ما همین رفیق محترم رئیس دیرکتور خواهش میکنم که همین نشست مربوطی به خاطر اونست که ما که میبینیم حتما یا سوال ما جواب بدیم که سوالات و سوالی شنونده و بیننده ما جواب دیم. این خیلی که معلومات ندارم، این خیلی که من در این مورد نمیدونم باید نباشد. متاسفانه همیشه ما در نشست واجد مشاهده کردیم. شخص مسئول باید این سوال نبیاد. خیلی ندارم معلومات رو رای نیست نمیاد نشستی مربوطی. خب این یک. دوم سوال من این است از نومی خواهی خواهش کنم مامش کنم زلیخا قریب حدود 60 ساله از دهه چیمتپه میگه که من بعد از 10 شوهر کردم و همکنون تگ 60 رفتم ولی بجز خانم در جای کار نکردم. آیا حق گرفتن نفقه را دارم یا نه؟ و پای زلیخا همین خیلی فهمونه که اگر شخصی که تقریبا سابقه کاری نداشته باشد و حقوق نفقه را دارد وقتی که سینش بر نفقه رسید و همچون نفقه فور اجتماعی و نفقه تعیین می شود. قبول نموده با چانسون میگیرم نفقه اجتماعی خود من از اتصال هست و آنش هست بایزی امین را تعیین میکنند. او بعد از پیام جناب دوری با من جایی که میشود در کدام اساس همون نفقه میگیرن؟ وقتی که به سین سال میرسه و همون جای زیستش مراجعه میکنند بریزه و همون در جای زیستش باید طبق قانون درباره نفقه‌های اجتماعی و نفقه تعیین میکنند. اگر که شما باید تطبیقش همین است او یکون مشکلی ندارد باید فقط اینطور باید است که وقتی که زن باشد در وقت تعینات نفقه اگر که باید چند کار کردگی هم نباشند شماره فرزنداش بین آمد میگرد تطبیق تعینات نفقه با یک چند وای را دارد وقتی که شهروند مراجعه میکند طلبات شهروند با همون نگاه کرده و نفقه میکند. فقط وقتی که زن فرزنداش بین آمد گرفته میشه در تعینات مردها فرزنداش بین آمد گرفته نمیشه. در مسئله سازشنامه نفقه مهاجران ملتی در روسیه اشاره کردید که علاوه چند نفر مهاجرای ملتی درخواست پیشنهاد کردند یعنی این به اون معناست که دیگر رسمیات کاملا به انجام رسیده است و حالا دیگر هیچ مشکل نیست یعنی مهاجران میتونند که دیگر درخواست پیشنهاد کنند و طلب کنند و یا یگان سند یا یگان چیز دیگر مانده است که باید حل شود چون اخیراً خبرهایی که بود دومای دولتی روسیه تابستان سال گذشته این سازشنامه را امضا کرده بودند چیزی که مانده بود رئیس جمهوری روسیه باید اون را امضا میکرد. سوال دوم در مسئله اون است که چکلی که در سالهای پیش هم این آمارها بودند در سال 2022 چنین حالتهایی شده است که همین در پی سنجش‌های شما همون حالت معیوبیت نفران بیکار کرده شده باشد آشکار شده باشد که مثلا چقدر یا از راه تقلب کاری خودشون معیوب نشان دادن یا اینکه همون مهلت معیوبیتی که دارند مثلا 2 سال پیش بینی شده است 1 سال پیش بینی شده است با آخر رسیده باشد
чиқадар бекор шуд. Агар амин гуна умуро бошад пешниҳод мекардем, бисёр хуб мешуд. Саволи дигар дар масъалаи раисҷумҳури кишвар дар паёмашон ба парлумон дастур дода буданд ки ба 475 000 ниёзманд аз ҷумла маъюбон кӯмакпулӣ якдафаина дода шавад, вале дар ҳамин чанд ҳафтаи ахир бо чанд нафар маъюбон ки суҳбатҳо шуд, баъзеҳо тамос гирифта аз он шикоят мекарданд ки бо вуҷуди он ки ҳамун санади расмии маъюбиятро доранд, аммо ҳамин маблағи 600 сомониро дастрас накарданд. Шояд ин ягон марҳилаи дигар дар оянда таъмин мешавад ё ин ки ягон мушкили дигар аст? سوال احترام کنسرت باشید. من با خاطر اون که منم در و سخنی گفتم که قرار حکومت جمهوری با همین گروه واسطه‌پذیر جمعیت کمک‌پولی یک وقته داده می‌شود. همین نامگوی شخصانی که برای همون کدام کاتگوری آدم‌ها که پرداخت می‌شود همین کمک‌پولی یک وقته در همین قرار آمده است و به خاطر که شما را فهمان‌تر باشد من هم چیزی که از محترم پوشیدی خبر قید کردم من اگر اجازه متخصص گپ زنم که کدام کاتگوری آدم‌ها از همین معیوب‌ها میگیرند کدامش نمیگیرند کدام اونا در همین خراب کرده 4 نفر ما وقتی که پیشنهاد کردیم تمام همین افراد رو گروه واسطه‌پذیر کردیم اینستیتوی مالیاتی رو می‌بینن و می‌کنن یکچند طبقه آدم‌ها را زمین کم کردن و بنابراین агенти иҷрокунандаи дастур мағлуб ки дар ҳаштаи аст. Барои ман ба хотире ки ман фақат дар вақти сангишҳои тамоҷиз зоир нашавад, ҳозир ман мехостам мутахассис ба шумо пурра фаҳмонад, чунки кадом табақаи одамон ки фаълан қарор пешгирӣ карда шуданд. Дар ҳақиқат гап шумо дуруст аст ки ҳатто як гурӯҳи ҳамин як маъюбият дорад, лекин вайш мегирад нашавад. وابسته به قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 9 دکتر سال 2022 تحت رقم 590 و اون کاتگوری نفقه‌هایی که به نیازمندان فرا گرفته شدند اینا شهروندانی که نفقه‌های اجتماعی میگیرند، معیوبان اشتراکچیان جنگی بزرگ وطنی، معیوبان عملیات‌های در قلمرو دیگر دولت‌ها، معیوبان رفتی صدمه اتمی نیروی چرنوبیل، معیوبانی از آوان کودکی ملتی، معیوبانی از آوان کودکی اجتماعی، معیوبانی تا سن 18 ساله و یتیم نیمیتیمانی که از پدر مادر محروم شدند و کاتگوری نفقه‌گیران معیوبی که به قرار مذکور شامل نگردند این هم معیوبانی آسیب مهنتی، معیوبانی خدمت حربی ساخت کنسترکسیونی، معیوبانی از بیماری عمومی. همین کاتگوری نفقه‌گیران و در زمینه قرار مذکور شامل شدنی نیستند، نه همه کاتگوری معیوبان در اینجا شامل شدنی هستند که از جانب اگنتی زیاده از 240,000 نفقه‌گیران با مبلغ 144 میلیون سومانی مبلغ‌گیری شدند تا 31 دکتر. یعنی 600 سوم. بله که از جانب ما پورا مهلت تا 31 دکتر بود پورا مبلغ‌گیری شد. از طرفی روسیه روز یکم پرابلم نیست. ولی همه سوزنامه‌هاشون حکومت قبول کرد. و غیر از سوزنامه‌ای که درباره همکاری تعیینات نفقه تاجیکستان قرار کردن برای عملی کردن این شرطنامه ما دو تا شرطنامه داخلی بین ما و فوند اجتماعی روسیه به امضا برسد. حکومت روسیه علاوه هر دو قرار قبول کرد پیشنهاد کرد. فقط از ما در بررسی حکومت قرار دارد. لیکن ما واسه از اون که بین ما و فوند اجتماعی روسیه بین میشود نمیشود از 9 سپتامبر سال 2022 همین شرطنامه مورد عمل در روسیه قرار گرفت. و چطوری که در معلومات شما دادم البته شهروندان موافق
мавзӯи Россия аллакай шаҳрвандони мо муроҷиат кардастанд, онҳо қабул кардастанд. тахминан чанд ҳатто шуморашонро ростият нагуфтам, вале фақат ҳамин дар охирон хоҳиш кардам ки ҳамин шарҳномаи дохилии мо ки гуфтем мо административни соглашении электронни соглашении ки ҳозир ба Россия шикастааст, ҳаминро барвақттар кунем ки аллакай шаҳрвандони Тоҷикистон моро муроҷиат карданд, мо қабул кардем. برای همین ما حاضر اکنون با این مقصده که ما با روسیه همکاری ما در ساختمان تغییرات کردیم. ریاست نو گروه که تأسیس دادیم برای همکاری و مناسبت‌های خارجی و بعد در نظر است که ما همین این سال علاقه باید ما اکنون شماره تمام شهروندان نفقه‌خورانی که از تاجیکستان در روسیه من انتخاب رو آوردن و منبع که تعیین میشود تعیینش پرونده نمیشود. ما منبع تعیین میشدگی در سالون میگیم ما حاضر ما یک دوره باید در فوند اجتماعی روسیه قطعی حساباتوی تمام نفقه‌خوران تمام شهروندان رو داشته باشیم. ما با در نشست مدتی گذاشتن میتونم تا حال از در روسیه در روسیه یگان شهروند تاجیکستان و نفقه تعیین کرده نشد. اون شهروندای ما که نفقه روسیه در برآمدن و شهروندای روسیه رو قبول کردن و نفقه روشون ما فقط وقتی که روسیه تعیین میکند اما معلومات سابقه کاریش که در تاجیکستان است پیشنهاد میکنیم و طبق همون سرنامه سال 92 و فقط همون دوره کاری شورای اتفاق سریعتر را بین‌الملل می‌گرفتند. از دوره کارهای این بعدش که در تاجیکستان کار کرده است و در روسیه کار کرده است گرچند شهروندی را گرفته باشد بسیار بین‌الملل نمی‌گرفتند. برای همین هم خود یک بسیار خوب که من شهرنامه امضا شد. اکنون نه تنها واسه شهروندی که شهروندای ما علاقه طبق قانون عملکننده روسیه برابر با شهروندان روسیه به نفقه میگیرند و دیگر چیزی باشد که ممکن نفقه بسیار شهروندای ما با الان دیگر برآمده شود چون دوره اکنون از نو بررسی این مورد عمل گرفتن سابقه پوری کارهای آنها در هم تاجیکستان هم در روسیه باید به اینوبت گرفته شود. خیلی عموما در این سمت هم پرابلم ما خیلی زیاد است که ما حرکت کردیم که باید نشود. موقع مراجعت ما با فکرم شمارش موجود نیست. علاقه مراجعت سر کردن نیستن و به همین خاطر ما یک مرتبه باید شهرنامه را پیشنهاد کردیم. یکی متاسفانه در بعضی کاتگوری تکنیکی گردوندن. ما فکر می‌کنیم که روزهای نزدیک این شهرنامه دو طرفه ما هم انجام برسد. شهرنامه موافقه شدگی یعنی ما ندارد. خب در سوال دیگر که در سنجش‌های آفیس داخلی شما حالتهای تخلف کاری در پرونده‌های نفقه‌خوران معین کردن نکردن در حالت حاضر در همین نتنها یک اجنسی ندارد می‌کرد همچون خدمات تشخیصی نزد وزارت تغذیه جمهوری تاجیکستان و به واسطه با مایوبون معین کردن گروهی کاتگوری مایوبی و وسایلی که دارد از طرف اونها معین کردن شد. در اجرایی کردن همین سال گذشته یگان حالتهای تخلف کاری ساختکاری و مایوب نباشد و نفقه برآمده است معین کرده شدگی نیست. ولی بکار کردن همون چیزی نفقه چی از نگاه طبی مثلا میشه؟ بله در دوره سوال سپاری شده گفتم من نتیجه تشخیصی طبی قریب 42360 نفر نفقه‌گیران از تشخیص طبی گذشته‌اند و در یک کلور پس از 39 حالت پرداخت نفقه آنها موقتا قطع کرده شده است و در 7 حالت
бинобар вай ҳолатҳое ки мисол сиҳат шидани беморишо умуман аз нафақаи барҳам дода шуда яъне қатъ карда шудааст. خب همزمان در همین دوره بنابر فوق و کور بستن و جای اقامت کردن پرداخت 4363 نفر نفقه‌خوار نیز قطع کرده شده است و تعداد شخصان معیوبی که زیاده از 11143 نفر است در همین حالت دو بررسی تشخیص قرار دارد. سوالی داشتم نفقه یتیمان. به من یک شهروند مراجعت کردم که شوهری همون زن شهروندی روسیه است وفات کرده است و میتواند نفقه یتیمان گیرد از تاجیکستان. خود زن شهروندی تاجیکستان است. اگر که با شرطی که شوهرش کن در روسیه کار کنند و برای چون ما اینجا کردن این شهرنامه بسیار میکند و اون پیش وقت تو همین شهرنامه را عمل شدنش و وقتی که مراجعت میکردم و خود ناخوش شهروند تاجیکستان بود ما خودمون تعیین میکردیم. اکنون حاضر باید که شهرنامه روسیه که شده است وقتی که باید مراجعت میکنیم بود خلاف میکنیم و روسیه با خودی ما که نفقه های همون بی‌سوابانی اگر که باید شود ما با زیادتر که شود ما با رسول میگیرد که این استمون مینات شوهر او را برنامه گرفته نفقه او را باید زیادتر کنیم. یعنی هم به شما مراجعه میکنن و باز شما به فدراسیون روسیه مراجعه میکنن. چون شوهر او در جنگ اوکراین وفات کرده است. خیلی با هم روی اون مراجعه کنند یعنی تطبیق خونیش هم که هست که تو همین وقت اگر باید شهروند ما میشی تو اینجا رسین شهروند ما خودمون هم شهروندهای ما میرفتن روسیه رو کار میکردن اوکراین رو کار میکردن قزاقستان رو کار میکردن وقتی که برمیگشتن تاجیکستان ما باید نفقه تعیین میکردیم نفقه تعیین میشید نفقه اجتماعی چون که ثابت‌های کاری و در ما حضور از ثابت مملکت‌های شوروی همون روسیه قطع شهرنامه داریم اگر شهروندهای ما در دیگر جمهوری کار کنند ما چیزی که روسیه قطع شهرنامه داریم و نفقه بین‌الملل گرفته میشود اگر که در اوکراین یا قزاقستان یا قرغیزستان یا ازبکستان کار کنند دیگر همون تحقیق شهرنامه هم سال 92 وقتی که حکومت وقتی که اسم برام خورده بود همون شهرنامه موردی عمل دیگر ریسپوبلیکا قطعی هست همون شهرنامه قطعی تطبیق میشود اما ما روسیه قطعی شهرنامه رو بیخود داریم در شکل نو ایجاد شد و این موردی عمل قرار گرفت اگر مراجعه کردیم با هر حال اگر که با شرطی که ما از روسیه معلومات پورا اشتراک کردن و حقوق دارد که برای فرزندان در تاجیکستان نفقه گیرند تو ما در تاجیکستان نفقه تعیین میکنیم یا همون برای اگر که کمیزاد باشد همون بودجه کمیزاد تو یکمی دکتر پیشنهاد نکرده باشد حق گرفتن را ندارد برنامه دومی هست که اونا بگیرن اساس دارد که تو یکمی دکتر اگر پیشنهاد نکرده باشد و حق گرفتن 600 تومان را ندارد این یک سال و دیگر راجع به همون شخصانی که به نفقه میبرایند و بعد 2-3 ماهش میفوتند همون سقوطهای اجتماعی را از نزدیکانش کسی حق گرفتن را دارد یا نه و بعدا وقتی که نفقه میبرای چرا همون شخص نفقه برآمدگی همون مبلغی که جمع شده از سقوطهای اجتماعی هم را پورا یک بار گرفتن نمیتواند را میخوامدگی است که علاقه روی خطون رو پیشکی پیشنهاد کردنی و اون شخصانی که باید کمکجوی تحصیلی اومد ولی روی خطون معین است کیها میگیرند در نوبت دوم وقتی که مراجعه میشود ما الواتا روی خط پیشنهاد کردن نمیتونم حالا که این روی خط تصدیق شده است که تو دوره پیشنهاد کرده ما با کدام کاتگوری آدم‌ها پیش‌بینی شدگی بود و با وزارت مالیه درخواست کرده ایم طبق همون درخواست ما مبلغ جدا شدگی است مبلغ یا معین یا مبلغ همون دسترس شدگی و ما در اساس همون مبلغ دوری کرده است یعنی شما پیشنهاد کرده که تو بله. خواستن آدم تو کمزیاتیشان اونا بهتر بودجه تصفیه
حالت کمیزاتی باشد این از او وابستگی ندارد اما کشاکی که ایدی که کمیزاتی داده می شود دوره اعتراف یا بین‌الملل گرفته می شود در صورتی در روی خط باشد حتما پرداخت کرده می شود و حفظ اجتماعی تفاوت دارد اما ایدی رقم مهلت خودش رو دارد تو مدت اعتراف پیدا کردن خوب دارد که از حالتی که شما گفتید که نفقه نفخه باید میفهمد نفقه شاید دیگر شخصان حقوقی گرفتن دارن یا ندارن یک چیز از نه تنها شهروند عموما در شهروند جمهوری ترکستان وقتی حتی شما با سینی نفقه نرسیدن خواهد دیدن و مبلغ‌هایی که شما همچون نکفیتی میگن در مثال دولت ها همین موضوعی را خیلی سبورتاوی گفتیم این همچون پسنداز میفهمند این مبلغ شخصی هم شهروند است وقتی که به شهروند نو به نفقه نرسیده میفهمد مبلغ همون جمعیتی رو با فرزندوش میتین نفقه هم اسپیکر وقتی که وای میشود تعیین میشود همین معاشی همون مرحوم پدر یا مادری که سابقه کاری دارد و این مبلغ هیچ محل نمیسوزد و تعیین میکند در خصوص این نفقه خود فوتی نفقه برای یکون نزدیکانش میتونه نگیرد این چی همین خیلی از ما موردی را داریم که وقتی که نفقه خود زن و شوهر میخواد بسیار از خیلی زنان که کار نمیکنن نفقهشون پستر است وقتی که نوعی هست در تجربه ما نفقه شوهرش که بلندتر باشد اون در همون رو بررسی کرد نفقه همون شوهرش به همون آیلش تعیین میکنه از نفقه همون چی بود در اینجا بود یک چند بیان دارد که مثل اگر به شرطی باید فرزند داشته باشد و فرزندش را نگاه کرده اما در قسمتی که شما گفته استادید که آیا باید نفقه خور یک اگاره وقتی برآمدن حقوق پورای وای نفقه امروزش گرفتن دارد یا نه اگر قانونگذار همه را نشان داده است که تو دهکارته همه وای حوض ما 207 سالمانی نفقه زمینایی ممکن است همین 2070 سالمانی است اما اگر 2070 سالمانی وقتی که شما شهران نفقه تعیین بکنید با همون سومتون اگر باید باشد یکی اگاره میتونید گرفتن اگر که ایوای زیاد باشد این ممکن شود در نفقه همون شما میرود این خیلی در ما همچنین باشیدگی است در بسیار مملکت ها این صبح مملکت های شورای درخواست اسلام بسیار مملکت های دیگر شده همین نکفتینی از اگر ما یک پولی باشه در قزاقستان رسپولیک پریبالتیکا تو 15 پولی برای این نفقه ها بلندتر همون وایو همین حرکت میکنن که تو نفقه رفتن پسندوز کنن و در فیرانسوری عذاب نکشن همین پسندوز خودشون رو باید میکنن در تمام خیلی چیام همون خیلی ترتیب است وقتی که لیکن و شهروند فرقی همون نفقه های اندوختیش است همون میروزخورش کسی که هست که قانون در طلبات همون بدید همون اگر که اویلش باشد اویلش فرزندش باشد فرزندش نزدیکانش باید نفقه همون مبلغ اندوختی باید میگیرد یکون باید من نیست شما در باره تحصیل کدام یک ریاست گفتید اون ریاست اصلا نیمون میشه و اصلا ریاست اصلا سمت فعالیتش بیشتر چی میشه و مهاجرای ما شهروندای ما اون نفقه را میگیرن که شهروندای روسیه میگیرن و وابسته به سن و سال نفقه مثلا تا جای من میدونم سن و سال نفقه از روسیه و تاجیکستان فرق شهروند همین مثلا چگونه معین کرده میشه. بعدا سوال دارم وابسته به این است که چند سال پیشتر در رابطه با نفقه های هنگفت نسخه میره تا 17 و 18 دلار یک نفر نفقه میگیره. چون این حالت ها هم جا دارد که مثلا یک نفر
дар робита ба инки қонуният масалан қайноқоният қонун масалан 17-18 рӯз зиёдтар аз 10,000 нафақа гирад. Агар бошо лутфан мегӯфтед ки киё ва кадом рӯз ҳамчи кор кардед? мо дар самти фаъолияти ҳукумати шаҳрномаи Россия чӣ тағйирот кардем? мо раёсати махсус кардем ки тамом муносибатҳоро оид ба қабули ҳисоботҳо ва пешниҳодҳои ҳисоботҳо ба Россия. вазифаи ин раёсат аз чӣ иборат аст? вай бояд тамоми шаҳрвандони Тоҷикистон ки дар Россия фаъолияти меҳнатӣ доранд, ҳамаи ҳисоботҳои ҳамеро шакли электрониша дар бурдан, баъдан мо иловагӣ дар як чанд раёсатҳомо раёсати таъиноти нафақа ва дар марказҳое ки таъиноти нафақа дар шаҳри Ноёб як басти иловагӣ барои таъиноти нафақаҳои шаҳрвандони хориҷӣ кардем ки мисол вақте ки раёсате ки нав таъсис додаи муносибатҳои хориҷӣ ва маълумотномаро аз Россия ки гирифта бода шаванд ва пеш аз оно оиди ин маълумотҳои мурди миллат дигар шуда ки тайёр кард ва ба раёсати таъиноти нафақа муроҷиат мекунад ва шаҳрванд бевосита аз марказҳое ки дар минтақаҳо ҷойгир карда шуданд дар ҳамон марказ шахси алоҳидае ки вобаста шудааст ба таъиноти нафақаи хориҷӣ ҳамон шахс нафақаи вайро таъин мекунад. барои ҳаминам дар созгор мо пешбинӣ кардем ки мо омода бошем, чунки мувофиқи маълумотҳои мо теъдоди шаҳрвандони мо хеле зиёд дар Россия фаъолият мекунанд. масалан соли 2020 дар як рӯзномаи фонди ҳизби иҷтимоӣ чоп шуда буд ки аллакай дар фонди ҳизби иҷтимоии Россия зиёда аз 860,000 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон ба қайд гирифта шуданд. яъне 860,000 нафар шаҳрвандони мо андози иҷтимоишон спорида истоданд. барои ҳаминам мо ин чизро аллакай омодагӣ дида иштем ки бевосита ин кори осон нест. ин бебинам кори душвор аст. ин корро ташкил кардан, ин корро вай кардан. ба ҳар ҳол тарсидан дар кор нест, иҷро кардан дар кор. чунки бародарои мо киам пайвандои мо дар ҳамон муҳоҷират чӣ қадар ки вай ҳаст, мо ҳаракат кардем ки проблемаи мо дар самти таъинот дар Русия ягон хадамот ягон намояндагӣ боз намешавад, намояндагӣ вазорат? дар Россия ичи аллакай ваё кардан ва низоми Россия ҳатто якчанд фондошон якҷоя карда бисёр мақомоти бахоати кардан ки на танҳо вайшон ба мақсади ҳимояти бюҷети фонд ҳисоботи тамоми шаҳрвандони вайра аз дигар мамлакатҳоро мебарад. дар назартон намояндагии агентӣ дар Русия боз мешавад ё ягон? мо ин чӣ дар назар аст, мо фикр кардастем ки агар ки мо намояндагимона таъсис доданда албатта фаъолияти кори сар шавад. агар ягон душворӣ биёяд шояд вай кунем ки чунки акн Россия бисёр мамлакати калон аст. баъд дар ҳар як ҳамон округе ки вай Россия аст таъиноти нафақаш ҳар хел аст. вай як округ мебини нафақаш ҳамон баланд кард, як дигаш паст мекунад. барои ҳамина мо хеле намояндагӣ кардан бисёр душвортар мешавад. ба ҳар ҳол ҳаракат мекунем ки муроҷиати шаҳрвандонона проблемаошро ҳал кунем. хоб сину сол ва ҳаҷмаш сину сол албатта чиҳел ки шумо кардед дарастаст, сину соли нафақаи мо аз Россия фарқ мекунад. лекин акн дар шаҳрнома ҳама хеле омодагӣ аст ки таъиноти нафақа тибқи муқаррароти қонуни ҳамон мамлакат амалӣ мешавад. вақте ки вай дар Тоҷикистон муроҷиат мекунад, мо дар асоси қонунҳои Тоҷикистон баррасӣ мекунем. вақте ки вай дар Россия муроҷиат мекунад, Россия дар асоси талаботи қонунҳои вай худаш мекунад. андозаи нафақа бошад, вай вобаста аст ба маошаш. агар маоши вазифаи вай дар Россия баланд бошад,
و بیوست نفقه بلند میگیرن. اگر بیوست در تاجیکستان تعیین این نفقه فقط همیشه صورت میگیرد. اگر شهروند در تاجیکستان چقدر سابقه کاری داشته باشد، او سابقه قسمت سابقه کاریش تاجیکستان تعیین میکند نفقه شد و سابقه روسیه شد روسیه. و اگر که شهروند قابل زیستش رو در روسیه قبول کند، ما نفقه وی را به روسیه انتقال میدیم. اگر که شهروند به تاجیکستان بیاد، نفقه وی باید به تاجیکستان حساب کنیم. در دو کشور نفقه میگن. شهروند از دو کشور نفقه تعیین میشود. هر کدام میگیرد. اما وابسته به سابقه کاریش. اگر و سابقه که در تاجیکستان کار کرده در تاجیکستان میگیرد، سابقه که در روسیه کار کرده در روسیه. سوالی آخر درباره نفقه های در نفقه ها یک چی از من از سال 2017 سال کردم ما چکلی که دوستانی اگرانیشنی ماندادم همون رو بازی گرفتگی همین اگر که معاش شما چی قدر که بالا باشه شما میتونید به اندازه نفقه گیرید. بازی شهروندای ما هستن که تا 27,000 نفقه بگیرن. لیکن که قانون‌ها بودن نمی‌تونیم قانون کدام بخش سوال رئیس کدام سوال بیشتر همین نفقه رو که آخر وای کارگران در از نظام بانکی است و بانک‌های سهامی بیشتر از من از کمپانی های سوالای من خدمت رسانی علاقه بعضی سوی کارول هستن که بیشتر از زمان وای میشن. خیلی حاضر من وقتی اخیر بعضی زیاد شدن نفقه بعضی خدمتشیان دولتی هم تا 17,000 نفقه حساب دولت هم میگن. سلام باشه. تشکر زیاد اگر که و سوالای شما مثال حرکت کردن که جواب دیم اگر که نتوانسته باشیم بودن نفسان برای ما آموزه هستیم که کدام سوالای که شما میکنید توسط شما و شهروندان راست میکنید.